اگه خدا قسمتتون کرد یکی از شما قرار جنین شه، باید بتونید برای لانه گزینی سفت به اندومتر رحم بچسبید. فقط قوی ترینتون از این تست جون سالم به در میبره. شماره 11. از همون اول میدونستم یه چیزی درونت هست. این ماه روز 14 تو قراره از سوختان آزاد بشی. واو. هی هیپی، اون آماده است. هرچی الش داری بزن تو خون. از همه استروژنات ممنونم. ناامیدت نمی کنم. سلول های فولیکولی پشت و پناهت. امیدوارم لقاح توی فالوب صورت بگیره. و اگه اسپرمی نبود و نشد؟ خب Oh shit. Here we go again. Worst place in the world.